اگه بخوای ازدواج کنی با دختری ازش آزمایش بکارت میگیری یا نه؟ حتما آره. آزمایش نمیگیرم، من برام مهمه. مهم اینه که خودش بهم بگه و همه چی رو راجع به گذشته‌اش بهم گفته باشه. 100% میگم. چند سالته؟ 21. متأهل که نیستی؟ مجردم. اگه بخوای ازدواج کنی با دختری ازش آزمایش بکارت میگیری یا نه؟ آره. چرا؟ خودم باکرم. دوست داری که طرف مقابلت هم باکره باشه؟ آره. اگه خودت باکره نبودی چی؟ اگه گذاشتم آره بد بود. آره. نمیگیره. پس نمیگرفت. خانوادت با این قضیه موافقن یا مخالفن؟ نمیدونم واقعا. کلا نظر خودت در مورد بکارت دخترها چیه؟ نظرم اینه اگه کسی گذشتهش خوب باشه باید طرف مقابلش هم آره خوب باشه. ولی آره گذشتهش واسه خودش رد داره. حالا اگه یه دختری رو دوست داشتی و میفهمیدی که حالا باکره نیستش و خانوادت هم قبول نمیکردن، خودت قبول میکردی یا نه؟ اگه دوست داشتم خیلی دوست داشتی. قبول میکردم. خانوادت چی؟ به زور قبول میکردم. پس قبول میکردن. اگه دوست داشتم. دستت در نکنه. مرسی. چند سالته؟ 25 سالم هست. مجردی؟ بله. اگه بخوای با یه دختر ازدواج کنی قبل از ازدواج ازش آزمایش بکارت میگیری یا نه؟ آزمایش نمیگیرم، من برام مهمه. مهم اینه که خودش بهم بگه و همه چی رو راجع به گذشته‌اش بهم گفته باشه. یعنی دوست داری که صادق باشه و اوکی کاملا با این قضیه؟ صادق باشه بهم گفته باشه، اما خب باکره نباشه یقینا باشه ازدواج نمیکنم. نمی‌کنی ولی آزمایش هم نمیگیرم. خب آزمایش واسه ازدواج می‌خوای دیگه؟ من آزمایش نمیگیرم چون توی حالا اون ذهنیت کلا باهاش ازدواج می‌کنی یا نه؟ اگه باکره نباشه نه، ولی آزمایش نمیگیرم. همین که با هم صادق باشه و بگه که باکره است. حالا اگه خانوادت ناراضی بودن چی بگن که حتما باید آزمایش بدید و این چیزا؟ خانواده من جوری هستش که نمیتونن رو حرفم مخالفت کنن چون خودم مستقل هستم. ولی خب اگر بگن من خودم پافشاری میکنم که آزمایش نگیرم، چون به نظر من بی احترامی به دختر هستش که بخوان آزمایش بگیرن. پس دوستا اگه بخوای با یکی ازدواج کنی از قبل ازش آزمایش بکارت میگیری یا نه؟ 100% میگم. چرا؟ خب باید قبل ازدواج معلوم بشه دیگه. قبل تو با کسی رابطه داشتی یا نه. خودت باکره ای؟ 100%. آره واقعا آره. واقعا. خودش انتظار داره طرف مقابل باکره باشه، باید خودش هم حتما باکره باشه دیگه. نمیتونه که همینجوری از طرف انتظار الکی داشته باشه. منظور خودش هر کاری کرده باشه بعد از طرف انتظاره. حالا اگه قبل از ازدواج با کسی خودت رابطه داشته باشی چی اون موقع بازم ازش آزمایش میگیری؟ نه اگه خودم منظور باکره نباشم با کسی رابطه داشته باشم نه نمیگیرم. یعنی خودت هم حاضر هستی که آزمایش باکره بودن بدی موقع ازدواج؟ 100%. حالا اگه دختره باهات صادق بود و واقعا گفت که من اینطوری بودم و وضعیتم اینطوریه و کاملا صادق بود، برات اوکی هست یا حتما باید اثبات کنه با آزمایش؟ اگه بگه حله، ولی اثباتم کنه مشکل نداره. اگه واقعا راست میگه خب اثباتم کنه چه مشکل داره؟ واقعا خانوادت بگن آزمایش حتما باید بگیری چی؟ میگیرم دیگه. اگه دختره بگه من آزمایش نمیگیرم ولی خانوادت میگن باید بگیری و تو هم دختر رو خیلی دوست داری، اونو سخته، سوال سختی حالا نمیشه. چند سالته؟ 22. مجردی؟ بله. اگه بخوای با دختری ازدواج کنی ازش آزمایش بکارت میگیری یا نه؟ حتما آره. چرا؟ چون گذشته تا حدی برام مفهوم معنی داره. مثلا گذشته خودم سالم‌تر از اون بوده که مثلا گذشته بعضیا برام مهم نباشه تا حدی. خودت باکره هستی یا نه؟ آره. پس دوست داری که طرف مقابلت هم باکره باشه. بله. حالا نظرت درباره این موضوع چیه؟ نظرم اینه که مثلا گذشته هر فردی خودش رب داره، ولی تا حدودی مثلا چجوری بگم، مثلا اینطوری باشه که دختره با یه پسری تو رابطه باشه اون برای من مهم نیست، ولی تا یه میزانی، تا یه حد و حدودی، چون خودم هم اون حد و حدودا رو رعایت کردم. اگه بفهمی با یه دختر تو رابطه هستی و دوستش داری و باکره هم نیست کلا باهاش ازدواج میکنی یا نه؟ خیر. یعنی وارد رابطه شدی و فهمیدی که باکره نیستش، ازدواج نمیکنی؟ نه، چون بعداً برای من یه شک و تردیدهای به وجود میاد که مثلا چه شکی؟ خودم رو نمیتونم گول بزنم.
غیر ممکنه. اگه باید صادق باشه واقعا همه چی رو بهت بگه مثلا اینطوری بوده، مثلا من گذشته تو یه رابطه‌ای بودم و اینطوری شده و الان هم که اینجام، باش باز ازدواج نمی‌کنی؟ من به خودم اعتماد ندارم، به دیگرانم نمیتونم اعتماد کنم. چند سالته؟ من 25 مجرد یا متعهد؟ مجرد. اگه بخوای با یه دختر ازدواج کنی از قبل ازش آزمایش بکارت میگیری یا نه؟ آره 100% چرا که؟ چرا؟ چون برام مهمه که این یه چیزیه که آدم دلش میخواد خب یه چیزایی رو برای اولین بار با یه نفر تجربه میکنه، یه سری چیزا واسش مهمه. اینکه حالا صداقت هم داشته باشه خیلی ارزش داره، آدم صادقی باشه، ولی خب آزمایش هم مهمه دیگه. آزمایش رو برای چی میگیری دقیقاً؟ که آزمایش ثابت بشه یا اینکه واقعا اگه صادقانه بهت بگه اوکیه، یا اینکه حتما باید ثابت بشه با آزمایش؟ نه، اگه صادقانه بگه حتی میتونه بهش اعتمادم داشته باشم، میتونم بخوام آزمایشم نده کلا. پس باهاش ازدواج میکنی اگه صادق باشه واقعا؟ اگه صادق باشه، واقعا صداقت داشته باشه، چرا که نه.